بیش از 200 نفر مشتریای این بانک که به ما گفتن که پسندازشون مونده است. طلب اساسی ما که پول ما را برگردانن. ما با دعوت محترم президент جمهوری تاجیکستان эмомали رحمون همین کار کردم. Случай такой в жизни, когда похищают все. 6 سال باز از همه دو من 15 بار بالنسه افتیدم. Пенсия 260 замон. Вот живем. چرا از گروه 200 نفره فقط 4-5 نفر برای دعوا همه وقت همه جا هست؟ پروردگار خود شاهد میبینه 5 بار مرا در ششم عدل سپرده است. زیر لط کو مرا قرار داده. سلام علیکم. 3 ساله که فقط گرفته میگرده. به سیونکا. برای چی به سیونکا؟ به سیونکا. شما خوش صحبت دارین چند جمله سوال من رو جواب بدین. چخیلا مفلسه که فقط برای خلق تاثیرش رسید. شما میتوانید بعد از صدا خبر مانید. دیدین جوتا کشت. من 40 سال در می دولت خدمت کردم. من دوز نبودم. Только он решает. آرزوی شما چی است؟ اگر مبلغ بگیریم. آرزوی زندگی شایستانه حق زندگی شایسته را داشته باش. جناب عالی آزاده رحمان منم شما برای منم کارگر بودم. شما هم پیر شدین. پیر میشین منم پیر شدم. شما هم منم پا بلوی گور ماندیم. برای گور و کفن ماندو تنگه جمع کردگی ما برگردانه نوخی. بیننده عزیز یک لحظه تنفس برای ادامه دیدن ویدیو گزارش ما. برادران عزیز، خواهران و مادرانی که در فدراسیون روسیه ما را تماشا میکنید، شما که در این کشور کار و اقامت دارید خوب میدونید که برای گرفتن اجازه‌نامه بود و باش کار و اقامت و یا شهروندی به اصطلاح پاتن RVP وید ژیتلستوا و یا گراجدانستوا سپاریدن امتحان دانستن زبان روسی حتمی است. برادران ما در فدراسیون روسیه یک شرکت تأسیس دادن. اینجا شما سراغه و رقم تلفنشون هم میبینید که این شرکت برای شما گرفتن سرتیفیکات رو خیلی آسان میکند و با نرخ ارزان و به میانه رو. حتی برای برادران و خواهرانی که مثل من با دانستن زبان روسی مشکل دارند، کم میدونن و یا نمیدونن، برای آنها نیز نماینده های این شرکت خدمت رسانی میکنن و خیلی آسان و به مشکلی کوشش میکنن که برای شما همین سرتیفیکات گرفته بدهند. اگر واقعا شما برای گرفتن اجازه‌نامه کار یعنی پاتنت، اجازه‌نامه زیست موقتی به اصطلاح RVP و یا وید ژیتلستوا، همچنین برای سپاریدن امتحان زبان روسی و گرفتن شهروندی روسیه اگر لازم دارید، حتما همین الان به این سراغ و به این رقم ها تماس بگیرید. نماینده این شرکت به شما کمک میکنند. شهادتنامه‌ای که این شرکت برای شما میدهد نمونه دولتی است، یعنی حقیقی است و در دل خواه جا به کار می رود و باوری داریم که شما اگر با نماینده این شرکت همکاری کنید برای گرفتن RVP وید ژیتلستوا و یا حتی شهروندی و برای سپاریدن امتحان به زبان روسی با شما مشکل پیش نمی آید و شرکت مفیدی هست و شرح بیشتر در مورد این شرکت باز در جای اپیسانی نیز برای شما پیشنهاد میکنیم. رفتیم برای ادامه ویدیو گزارش ما را دیدن. درود بیننده از شبکه شما دلیر مالی، امیدوارم شما خوب و خوش و سلامت و سر حال هستید. 23 می است، ساعت از 9 گذشته است. شهر دوشنبه و محله یکچینار. در پس منظر ما بینای موقتی تاج پروم بانک است و اینجا یک گروه خرد مشتریای سابق این بانک هم تشریف آوردن. آنها از ما درخواست کردند که مسئله بحث مبلغی آنها با تاج پروم بانک رو انعکاس کنیم. مدیری قبلی این بانک حالا تا جایی که ما اطلاع داریم در زندان است و مدیر موقتی که تعیین شده است در کدام وضعیت کاری قرار دارد و اولتر هم از مشتریان میپرسیم که کدام آنها چقدر پسنداز داشتن و چقدر گرفتن، چقدر دیگرشون و بعدا از مدیر موقتی تاج پروم بانک هم یک بار کوششی صحبت کردن میکنیم که آنها در کدام وضعیت کاری قرار دارند. رفتیم. سلام علیکم. سلام علیکم. شما مشتری تاج پروم بانک؟ بله. سلامت باشین. شما ژورنالیست دلیر مالی را دعوت کردین؟ بله. سلامت باشین. نام و نسب شما چی است؟ سمد میرزا خوجا. شما چقدر پسندازتون مونده است در تاج پروم بانک؟ همه سوال میکنم. من تازه آشنا شدم. چقدر مبلغتون ایستاده است؟ ما 90% مبلغ. سومانی کتی چقدر است یا دلار کتی؟ 2 میلیون سومون. 2 میلیون سومانی. شما با اجازه معرفی میکنین خودتون خواهش میکنم. فردوس. برادر فردوس. بیاین از شما نمیپرسم که چقدر هم است. شما میخواستین که ژورنالیست با شما دقیق کدام سوال دیاد که درد شما است همون سوال. یگان فایده نیست. گپ میزنیم چند مقاله چاپ شده یگان فایده نیست. برای چی امید و باوری شما دیگه کنده شده است دیگه میگید فایده نیست؟ هم نتیجه هم راهگردی، نتیجه خودمون، نتیجه عملات کردگی همون. بار چندم است به روزنامه‌نگارا مراجعت میکنید شما؟
نه من خدا نه گروه مراجعت میکنم. خود شما باری چندم نه مراجعه من خودم نکردم. نکردم. اما گروه خودم. ولی دیگه باور ندارید که از فعالیت ژورنالیست هم یگان نتیجه شود. قریب هم خیلی. شما چقدر پسند دوستان مانده است در اینجا نباشن؟ خیلی کاری خودم. نمیخواید گفتم. نه. باشد. سلام علیکم. نام شما با اجازه؟ Я таджики. تاجیکی نمیفهمید. بهتره من تاجیکی از شما روسی صحبت کنید. Ну, я не знаю, вопрос какой, поэтому... А вы тоже бывший клиент Тачпромбанка, да? Да, я тоже А у вас сколько денег там остается? 40 тысяч. Сомони или доллар? Самани. А что сказал сейчас новое правительство банка? Что мы работаем. До сих пор так? Да, вот это все, как А сколько? обычно. 6-й год это все продолжается. Ну, это Шестой. мы все одинаково в одном положении. Конкретности нету. Каждый месяц понемножку дают, но это вот 500 самонов. 500 сомонов каждый месяц? Ну, пока. Пока, да? А потом- шумо Я тоже можно на русском. на русском, да? А ведь, Да. У меня 60 тысяч самоней, да. Ну мы что, мы надеемся, что вдруг дадут, не дадут. Ну, надежда с каждым днем все теряется. И что ждать уже очень тяжело, да. اینجا میبینم که نفرهای دیگر هم آمدن. Нам даже, Да. нам, Что это? нам даже это вот, как вам сказать, Нацбанк ответом. Нацбанк мне написал письмо. Вот. Видите, сам, Нацбанк или что-то правительство? بانک ملی تاجیکستان، да. да, сам Нуралиев вот, Джамалидин Нуралиев. вот он Нуралиев, его подпись, первый заместитель. Вот. Мовин Что аввали жди- банки мили, вали? что ждите, надейтесь, будет. А Да. когда будет, неизвестно. حاضر یک لحظه ما ببینیم که از کی آمده است این مکتوب. این جواب به شهروند از 29 апреля 2022، یعنی این مکتوب نو است. Это новое недавно, в этом Недавно. месяце. Вот, письмо нам дали. Он даже мне на русском написал, он на английском, а как я русский, он на русском написал, чтобы я понял. Вот. روزی شده از این جواب مکتوب قناعتمند شده؟ Вы довольны ответом? Нуралиев. Ну, я, конечно, недоволен. Тут ответ какой-то скользкий, там ничего не ясно. Да. Там ничего конкретно нету, да? Нет, отписка, что ждите, когда-нибудь будет. Да. спасение утопающих делают самих утопающих. شما در نهایت نگفتید که مبلغ شما چقدر بود؟ خیلی من 1 миллион, 2 Почему миллиона. вы считаете себя утопающим? Интересно. Как почему? Здоровья нету, денег нету, شما از کدام حساب زندگی دارین بعد؟ пенсия میگیریم حساب نفقتون. نفقه. سلام علیکم. شما تازه آمدید نه؟ از این طرف گیره خوش میکنم. نام فامیل شما با اجازه؟ Самадова. سمادова. Солихамов. شما مشتری همین بانک بودید؟ من مشتری همین بانک. چقدر مبلغتون مانده در بانک؟ حاضر اکنون نمیدونم میگه 406 مونده 405 مونده. من سالی 15 دوگور بستگی بودم 15. ما در جواب اومده که تو سالی 14 دوگور بستی. دروغ. خیلی مقصد نمی بسیار گپای زیادی گپ میزنن که مقصد از اساسی همین طلبی که ما داریم از همون طلبات ما را دیگر طرف направление ما دیگر طرف بکنن که طلب اساسی شما چی است؟ اساسی ما طلب اساسی ما که پول ما را برگردانن. به فایز هم باشه شما راضی رقم پول خودتون رو برگردون. فایده یک دیگه فایده باید کجا دیگه فایده که در 6 سال 7 سال شد آخر من فایده دیگه ما چی میکنیم کدام فایده ما طلب داریم که همون پول خود ما را برگردانن که 6 سال باز از همه دو من 15 بار بالنسه افتیدم. هر یک سه ماه اگر من تبابت نکنم تماما راه گشته نمیتونم. در زورگویی در تهدید همینا زورگویی همینا پس زدن همینا من این سال گرفتم در قبولیم همه بانک ملی همه جمهوری بانک ملی یا تاجبران بانک کدومشه؟ بانک ملی در قبول همه سردارا میریم کاخی. کی زورگویی و کی تهدید میکنه؟ من نمیخوام که همه نامگوی کده نامبر کده گپ زنم بازم که باشه خودشان میدونن. دقیقاً کیا طرف شما زورگویی یا تهدید میکنن؟ همه رهبریت همه بانک ملی آخر. رهبریت من جواب نوشتم است که من چی است؟ بد اخلاق. شما با ما بد اخلاق. 6 اکتبر 2021 به شهروند سمادوف ام با شما هم از یک لحظه میبینید که نوشتم بچه من که مادر بد اخلاق
نخود که من در این وطن 40 سال خدمت کردم. از نام معاون یکم رئیس بانک ملی جناب جمالدین نورعلیوف هستین امضاشون کردی. این هم در کدام ابزارش بد اخلاق اومده است؟ بد اخلاق نموجه؟ اما ابزارش دقیق شم می‌خواستم فهمم که کجا دست اومده است. هاز یک شریف افشه با رعایت آداب معاشرت و اتیکای مناسبت جریان داشت و معلومات شهروند سمد و اس در خصوص تهدید و دغل گفتاری اساس واقعی نداشت تهمت بباشد. میگه شما تهمت کردید. شما تصور کنید در وقت در قبول بیان میره مثل سالدات واری میداره مثل سالدات واری میبرایی. برعکس در جریان قبول شهروندان سمد و اس مادر شما با تهدید و دغل گفتاری راه داده نسبت راهبریت و مسئولیت بانک ملی توسعه و نسبت ناشایسته نبوده. این چنین تهدید نبود که شأن و شرف بانک ملی توسعه را پس میزنه. خدای همش برعکس بیای یک دلیل بره پیش همین کدام نفری که در قبول میره نظامو پرسون کنه که همون نفری که در قبول ویا میره و اقلا حق داره که روی ویا دا نگاه بکنه. یعنی شما فقط پولتون میخواین بگیرین تمام؟ ما پول ما فقط برای طلبات پول خدمت برای خواهش کده التماس کده زوره و تولا کده سرامو خم مثل سالدات واری میداریم مثل سالدات واری میبریم. اگر من این برنامه بسازیم اگر یگانجا مراجعت کنیم 5 بار مرا در ششم عدل سپرده است. برای چی؟ کی در ششم عدل شما را میسپاره؟ این به بانک ملی. برای چی؟ شما حق دارید کنستیتوسیه برای شما آزادی بیان اجازه داده است. بخیر من تشکری به همون ششم عدل امولی میگم که 100,000 با تشکری میگم که چه آدمای با فهمن با سوادن دقیق میکنن پرسپاس میکنن میفهمن و خیلی پجان همه خیلی میشود گفته همه ما رو جواب میتن. ولی یک سوال آخر دارم که شما چرا در وقتش به تاج پرون بانک اعتماد کردید و مبلغاتون دادید؟ راستی من در حیات زندگیم به یگان بانک اعتمادم نداشتم به یگان بانک مناسبتم نداشتم یگان بانک داد گرفتم نداشتم. بله. اینم پسرچه من همین بانک از جای یافته است ما پس همین رفته من نمیتشیدیم. اینا پسر. شما پسر اینا هستین. شما چرا باور کردید به تاج پرون بانک؟ ما روزیگه با دعوت محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که در پیامش سال 2016 گفته بود که پس اندازتون در بانک‌های وطنی مونن که به خاطر رشد اقتصادی به خاطر آینده فرزنداتون ما هر یک ما پس اندازه شما دا ما کفالت میتین شما هر یک تینه شما دا ما کفالت میتین ما با دعوت محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمون همین کار کردم. پس چرا در یگان بانک‌های دولتی مثلا مثل امانت بانک تاریخی 100 ساله کاری دارد به این بانک‌ها اعتماد نکردید و به تاج پرون بانک موندید مخصوصا به تاج پرون بانک چرا؟ دیگه من همین بانک دیدم بانک آرام است بانک مایده خوردکک بود بانک چی بود دیگه همیشه مونده ما فکر میکردیم که همه بانک دولتی است ما فکر نمیکردیم. عبدالله جان بخواه فهمد که شما از کدام حساب زندگیتون پیش رفته است مثلا شما میتونید با مادرتون یک جای صحبت کنید. قرض 100,000 زیاد ما قرضدار شدیم. سامانی. ای سامانی هم گذاشت تماما. اپتیک دیگه داروخانه برای ما دارو نمیتیه بلنسا من به پول نمیخوابونن 1000 بار رفته در دستگاه پرزیدنت شکایت کردم التماس کردم که من همین خیلی مریض شدم همین خیلی اینسولت گرفتم من همین خیلی احوالی من بعد 6 ماه جام خیسته نتونستم با یک حال با یک قرض و با یک چورهای مقصد مشکلات که من جام خیستم رفتم بانک ملی که همین التماس من 6 ماه پول نمیتن سری من همه خیلی کارو همه خیلی کار زیر لطو من قرار دادن. زیر لطو قرار میشه شما رو در بانک. زیر لطو قرار دادن. این فکت داره شما که شما رو زیر. هنوز نه فکت دارم خود 15 نفر خود کارگرام جشتگی بود. چرا شما رو لطو کوب میکنن در بانک؟ برای که من خب آمدم خواهش کردم برای که من التماس دیگه ما چی گفتم میتونم. کی لطو کوب میکنه شما رو در بانک؟ این فرمان دادن که بزن ایستال بفره با زمین بکش برگمش کو. انیق کدام سنه کدام چیسلا روز و ماه انیق چیسلا روز ماعت مینوت همونجا 15 نفر شاهد شدن. شما یادتون هست؟ که من شما یادتون هست امروز که شما رو در بانک ملی لطو کوب همش در یادم است. من یک تا یگانه طلب من خواهشی من فقط پولی ما را برگردانن زدن من کشتن من معیوب من کردن هر چی که کردن خدا هست همه چیز پروردگار خود شاهد میبینه مردمی در موجه شتگیم شاهد میبینه ما طلب ما فقط همین پولی ما را برگردانن یکم دویم که من همین را گفتنی هستم که این خیلی مفلس بود که این مفلس فقط به سر خلق اومد 120 میلیون 120 میلیون
بانک ملی قرضش پولش با همراهی فایزاش گرفت. وزارت مالیه 140 میلیارد با همراهی فایز همه پولاش گرفت. امانت بانک گرفت. تمام 450 میلیون اموال بانک بود. کجا شد ما نمیدونیم. یعنی نهادهای دولتی گرفتن فقط مشتری‌ها موندن. اکنون همین خیلی فکر میکنم که دیگر آخه ما از همین مشتری‌ها خبر داریم. یک بار ببینید که دیگرها همینجا مونن. دیگرها شما مشتریای بانک نه؟ بعد یک لحظه ما از همونا پرسیم تمام که برای چی مخصوص با تاج پروم بیا این طرف عبدالله جان، برای چی مخصوص با تاج پروم بانک باور کردن و حالی زندگیشون، برای چی شما مخصوص با تاج پروم بانک در وقتش باور کردید و مبلغاتون رو پس انداز کردید؟ وقتش با همه باور کردیم. برای چی مخصوص در تاج پروم بانک موندید؟ نه من میگم که بر اون وقتا با همه ما باوری داشتیم. خیلی نبود. حالی باوریتون با بانکو؟ نه با بانکو که چه نه همه جا با هم پرابلم هست. پول میمونن امانت گذارو بعد نتیجهش گرفتن دشوار گرفتن. یعنی باوریتون کاسته شده است. دشوار گرفتن نمیدونم. А почему вы раньше верили именно на Точпромбанк? Это самый хороший банк был. Был, да? Был, да. Нет, все были банки хорошие. Ну, получилось так, что они стали плохими. И их позакрывали. Проблем не было. Сколько лет у меня там? Мы много лет, ну, все хорошо. У вас проценты были нормально? Нормально, все хорошо. А потом все поменялось. Ну, все банки позакрывали. Это бывает, как говорится, какой-то торнадо, которое поглотило и, значит... Какой торнадо? Ну, торнадо это такое... Случай такой в жизни, когда похищают все внезапно. За счет чего вы живете? Я живу за счет пенсии. Пенсия 260 за МОН. Вот живем. А вы? Недавно вы были на этом здании Точпромбанка. Новое правительство там что говорит вам? Оно не очень новое. Ну нет, обещают. Уже 2 года, по-моему. Ну, они обещают. Они обещают, говорят, ждите, мы стараемся, мы трудимся. Так что надейтесь, говорит. همون کاسا بدیم، 3 کاسا بدیم. همون گپ. شما چند وقت یک بار میایم بینای نو، بینای بانک؟ همون با یک بار، یکی دو ماه با یک بار میبینیم. راست یک تلفن میکنیم میفهمیم. بعد این جالب که چرا از گروه 200 نفره فقط 4-5 نفر برای دعوا همه وقت همه جا هست. دیگرو کجا دارن؟ دیگرو باوری ندارد که یگان سبب دیگر خطی نمیبیاد. همه کار دارن. که ما نفقه گیر هستیم که کمتر جدا میکنیم وقت رو. خب ما با اجازه یک بار بینای بانک می‌داریم. ببینید اونجا چی صحبت میکنن. یک بار کوشش میکنیم که با مسئولین موقتی بانک یک صحبت کوتاه انجام دهیم. اینجا تابلو هست. بانک سهامی تجارتی تجدید انکشاف صنعت تاجیک تاج پروم بانک. سلام علیکم. میبخشید با اجازه ممکن؟ سلام علیکم. من دلیل رمالی روزنامه‌نگار طبق دعوا و خواهش مشتریای شما اومدم برای این ایکاسی همین پرابلمشون. مدیر موقتی بانک هستن و دیگه گفت که شما صحبت کنید. کی هست با جای اونو که صحبت کند؟ یگان کس نیست؟ با دو سه سوالی ما کارگر عادی. شما از طرف بانک ملی معین شدین که قبلا کارگر تاج پروم بانک بوده شما؟ برای چی به سیونکا؟ نه در نزد نوار میخوام صحبت کنیم خواهش میکنم. برای چی؟ ما خوبی در نزد نوار کردم برای که مدیر موقتی است. پس معاونش هست، سرمحاسب است، حقوق شناس است، کی هست اینجا؟ همه برآمدگی قرضدارمان دیلر گرفتیم و قرض میگردانیم. من نفهم در وقت ساعت کاری مثلا ببینید چند تا کرسی خالی است، نمیتوند که مشتری آمده است میخواد اطلاع بگیرد. مثلا من با نمایندگی از مشتریای شما خواستم یک بار چند سوالم دا جواب بگیرم. همین دو سه سوالی که همچون مدیر موقتی باید به مردم جواب بده. اون کس باید جواب بده. چقدر پس می اومده باشن؟ سود رفته اگه همین چند. ولی بحث کدوم سودی ما رفته است؟ همین شب روز کدوم بحث کدوم سودی؟ اینجا بسیار بحث سودی. ولی مدیر موقتی کی تعیین شدن؟ نام فامیلشون؟ شریف و فیروز. چند سال شد تعیین شدن اونو؟ 2 سال شد.
2 سال 2.5 سال شده. در همین 2 سال 2.5 سال چی پیشروی شد از طرف مدیر موقتی که اومد؟ چی پیشروی کرد همین مدیر؟ سوال شما مدیر موقتی خودش پر رقمش جواب میده. حالا هیچ کجا مسئول نیست که سوال ما جواب بده. نفر از مسئولان نیست نباشن. خب پس واقعا من خیر رفتم. حاضر بود همینجا. حاضر همینجا بود. همینجا بود. از این در برام نه اینا برام در دیگه داره این طرف. پس واقعا اعتماد مردم کاسته میشه آخه مشتری محترم، مدیرای محترم، بخصوص نماینده‌های بانک ملی خواهش میکنم وقتی که یک مدیر را تعیین میکنید اقلا نماینده‌اش اونجا باشه که با مردم عادی صحبت کنن، با روزنامه‌نگار دو جمله سوال جواب کنن. این برادرها میگن مسئولیت نداریم، اونها میگن مسئولیت نداریم. شما خودش صحبت دارین چند جمله سوال من رو جواب بدین. یعنی وقتی که مردم میان باید کسی باشه که با سوالاش جواب بگیرد. مثلا ما بسیار میخوایم که این موضوع ما یک طرفه تحلیل نشود، طرف دیگر هم فکر و نظر و اندیشش را بیان کند، بخصوص نماینده حکومت وقتی که طرف بانک ملی تعیین میشد و مردم اعتماد و باوری دارن باید بچه‌ها سوال ساده ما جواب بدن که از جمله اون که در این 2 سال مدیر موقتی که اومد چه پیشروی شد، چرا سود مرحله برگرداندن مبلغ را به شهروندان دوامدار میکند 2 سال و 2 سال و 2 سال و اینک 3 دوره 6 ماهه شد دوامدار میکند و چرا نهادهای دولتی از جمله امانت بانک، وزارت مالیه و دیگر نهادها مبلغ‌ها و پس‌اندازهای خودشون نگرفتن ولی مشتریات تا حال مبلغشون نمیگیرن. یعنی این سوال‌های زیادی هست که ما خواستیم از جانب مدیر موقتی این بانک جواب بگیریم. شما میتونید یک زنگ زنید ما 10 دقیقه زیاد و نیم ساعت هم میتونیم انتظار شیم. بگید که روزنامه‌نگار مستقل دلیل مالی اومده است. یک نیم ساعت شما را انتظار میشد. خواهش میکنم. میشد. سود میدونم تمام میدونم که تلفن رو بگیرم. خب حالا یک بار زنگ بزنید اگر کشتگی باشد تمام دیگه بعد ما گزارش یک طرفه مجبوریم که پیشنهاد کنیم دیگه. یک بار هم تو زنگ زنید اگر کشتگی باشد تمام دیگه. چه زنگ زنید نمیتونید شما؟ حق ندارین. حق ندارین. میتونیم ما زنگ زنیم. عزیز زیاد دیگه چیکار کنیم؟ شما دارین؟ حالا از شما زنگ میزنیم بیاد نوشم. رحمت که حالا مشتری خودشون زنگ میزنن. او تلفن شما. نه بود از شما زنگ زنیم اول. از من. بله بود شما زنگ زنیم. همه وقت انا میخل میگریزم. پستانی میگریزم. برای چی میگریزن؟ اینو نمیدونم مخیر. ما سود نیستیم که ما کسی را سود کنیم. ما میخوایم سوال مونده جواب بگیریم. خیلی شما ژورنالیست ما چی؟ از شما برای چی میگریزن؟ امانتگزار ما یک کلمه که برای خاطر پرسیدن همه که ما را از دور دید با یک نمود میگریزه که سایش نمیبینیم. برای چی از شما میگریزه؟ ماها میگریزه، سالا میگریزه. 3 ساله که فقط گرفته میگرده. یگان کار در این مدت 2 سال یگان کار به انجام نرسانده است. یگان کار او جبر دیده اعتراف شدگی از تن ما نماینده جبر دیده ما را جبر دیده اعتراف نکنه. یعنی از تن شما باید برعکس در پهلوی شما همیشه باشه. از ما همه وقت در پهلوی ما باشه، همه وقت از پهلوی ما میگریزه. با گریختن کار بود میشه. خواهش میکنم یک بار زنگ بزنید شما. یگان بار نبود. فیروز شریپوف ها؟ فقط کارش گریز و گریز. فیروز شریپوف. از گریختن یگان مسئله حل نمیشه وقتی. این سال گذشت ما دعوت شونده اینی هم دست نورس است. شما میتوانید بعد از صدا خبر مانید. دیدین جوتا کشت. نه کشتگی بود آخه. نه فعلا گریان بود نه و اوز همیشه بود. شما در کجا دیده بوده چه همیشه؟ من شما را گفتم که شما رفته با مدیر مقصد انصاب باشه. اوز همیشه شما. من گفتم اول مشتری رو کتی شما گفتم مشتری بیه بعد صحبت با هم پیش موکتی برآمد را. پیش موکتی اینا میخوام برآمد برا. این آخرین لحظه های ویدیو گزارش ما از آلین چی خواهش دارین بیاین مرحمت. بیا در آخر چی خواهش دارین شما؟ مامی خواهش میکنم یک لحظه. محترم جناب اولی امام علی رحمان، محترم رئیس مجلس اولی رستم امام علی رو، محترم رهبر دستگاه اجرای پرزیدنت آزاده رحمان، اشما احترامانه خواهش میکنم التماس دارم این مبلغای ما را برگردونه. مدت 6 ساله که ما سرسان و سرگردان هستیم، بیمار شدیم، مانده شدیم. اشما بنیاید احترامانه خواهش دارم مبلغای ما را برگردونه. من اشما بنیاید خواهش میکنم بداد ما برسیم. شما چی خواهش رو درخواستون از کی است؟ من خواهش دارم که بسیار خواهش میکنم که این من نمیدونم این مفلس برای ما یک مفلس یک کلمه ای که نام مفلس موندن
من هیچ جایی مفلس باوری ندارم. چخیله مفلسه که فقط برای خلق تاثیرش رسید. و همین مفلس کشید میگه که باران که باری در سر همه میباره. نخواهد که او زانتیک داشتن در سرشان که در سر ویو نبارید. یعنی نهادهای دولتی که پس اندازشون نگرفتن. خیلی ما از دیگران خیلی نمی از وقتی که من رئیس کمیته انتخاب شده بودم در وقتی مفلس شوی من از همه اینا خبردار بودم. 450 میلیونی که بانک همی خیلی اموال داشت همه او را یک دانه من حساب کرده بودم. همون کجا شد من نمیدانم. فقط 100 چند میلیون بانک ملی گرفت، 100 چند میلیون وزارت مالیه گرفت، امانت بانک گرفت. مقصد دیگر شناسای خودشان را تقسیم کردن. دیگر در ما یک تی نرسید. شما تصور کنین که من 40 سال در این دولت خدمت کردم. من دوز نبودم، یگان کارگر دیگر نبودم. خدمت کردم، با دلسوزانه مهنت کردم. با روز پیری که من در سن سال پیری، در روز کسلی بیماری محتاج نشم، انتظار نشم، منتظر نشم. حاضر من بیایم 3 سال 6 ساله که فقط قرض زندگی میکنم. بالنسا با بالنسا خوبم. چجان مدیری که شما در وقتش پول مانده کی بود؟ مدیر همون بانک در وقتش همین زیایف بود. زیایف کی؟ زیف ما نمیشناسیم راستی. جمشید زیایف. جمشید ها. ولی خواهش و درخواست شما از کی است و از چی است؟ اكو زیایف ما نمیشناسیم. زیایف کارگری من همین دولت بود یا شخصی بود. ما درباره بانکو گفتم که اول ما تصور نداشتم. ولی خواهش شما از کی است؟ خواهش من از همین خود رئیس جمهور جناب عالی آزاده رحمان، از تمام همین رهبریت همین دولت من خواهش میکنم که شما برای منم خیلی کارگر بودم، منم خیلی خدمتچی دولتی بودم. شما هم پیر شدین، پیر میشین، منم پیر شدم. شما هم منم پا بلوی گور ماندیم، برای گور و کفن ماندو تنگه جمع کردگی منم برگردانه نخی. این خیلی نمیشه که ما دیگه به گور و به کفن مرده شویم یا به گور و به دارو به توبت بمریم. کی میخواد که بر وقت در حالت وزمین مردن؟ نخواد من پول جمع کردگی من که در حالتی وزمینی ما او را استفاده برم، او را بگیرن محکم کنن ما را در می حالت مانن که ما با یک تبلت کزار شویم. این قیمتی را ببین. دارویی که من 5 سامان میخریدم حاضر 500 سامان شده. من به دارو زندگی کردن نمیتونم. همین دارو خطی من زنده ایم. دارو را خریدن نمیتونم، برای پول ندارم. چجون آرامشین تشکر برای ابراز اندیشه. چی روز در سر ما انداختن؟ دنیا با امید و چجون ما یک بار اون دو میزاج دیگر را پرسیم که اونا چی خوش سلامت شما در خدمت میشول. از دو میزاج دیگه ما از پرسیم که اونا خواهش و درخواستشون در نهایت از کی است و با همین متاسفانه ویدیو گزارش ما یک طرفه به انجام میرسونیم چون مدیر موقتی بانک اینجا نبود، چند نفر کارمندشون بود. آخران چیز من از شما میخوام پرسم که درخواست و خواهش شما یا طلب شما از کی است؟ با کسی مراجعت دارین؟ از کسی خواهش دارین؟ خواهش هم مبلغ برگردانه تمام دیگه کی وابسته است نمیدونم. بله. روسی که یک بار ترجمه کنید خواهش میکنم. Как вы считаете, от чего зависит? Вот, как вы хотите, чтобы решили ваше обращение? Ваше обращение, обращаться к кому обращаться? Ну, кому обращаться? Мы даже не руководство банка только. Потому что только он решает, мудир. А вы не думаете, что это больше проблема, может быть, решает эту проблему руководство республики? Ну, если, конечно... Нет, да? Я думаю, нет. Другие задачи есть там для руководства республики, другие более важные задачи. Это частное дело каждого человека. А ваше обращение? Ну, мое обращение, если есть возможность, ну, чтобы помогли нам вернуть наши деньги. Вот. Так что пожелаем, как говорится, Азада Рахмон, чтобы помогла нам. У нее, как говорится, доброе сердце, она всегда может. Вот. Так что также просим, как говорится, чтобы помогли нам по возможности. Если брали свои деньги, ваша мечта? Какая мечта? Да, прожить оставшуюся жизнь. Орзуи шумо агар маблағотон агирен чикор мекунен? Чикор мекунем. Савғоти мекунем, якун ташкилот бакам, як қисмашро. Дигар қисмашро табобат мекунем худамона, чунки касал шудем, мен соли охир. خیلی سودا میبریم. دنیا با امید و خدا زنده باشین. آرزوی شما چی است؟ اگر مبلغتون بگیریم. زندگی من پیش بردم. فرزندان خواننده
سلامت باشین. یعنی ببینید اکثرا هم که وقتی که میگن که مبلغمون رو گرفتیم آرزوی زندگی شایسته را داریم. خدا کنه که هر شهروند جمهوری آرزوی زندگی شایسته نه، حق زندگی شایسته را داشته باشد و حق هم داریم ما که در این دنیای متمدن عصر 21 یک انسان، یک شهروند تاجیکستان باید شایسته زندگی نماید و خدا کند که مشتری‌ها از تاج پرومبانک پسندازاشون بگیرن و مدیر موقتی این بانک هم من بعد از صحبت با روزنامه‌نگارا سرکشی نکند و فرار نکند و کارمندای موقتی بانک هم من بعد با روزنامه‌نگارا و با شهروندا در سوال جوابی آشکارا باشد. خدا کند که حق به حقدار برسد. بیش از 200 نفر مشتریای این بانک که به گفتن که پسندازشون مانده است مبلغاشون را بگیرن و شایسته زندگی نمایند و خدا کند که اعتماد و باوری مردم ما به بانک ها که روز به روز متاسفانه کاسته شده است دوباره برگردد مثل چند سال پیش. و آخر سخن ما همیشه همین است: زنده باد صلح، ثبات، آرامش در روی دنیا و در تاجیکستان. پدرود تا درودهای دیگر. برادران عزیز، خواهران و مادرانی که در فدراسیون روسیه ما را تماشا میکنید، شما که در این کشور کار و اقامت دارید خوب میدانید که برای گرفتن اجازتنامه بود و باش، کار و اقامت و یا شهروندی به اصطلاح پاتن، RVP، ویدناژیتلستو و یا گراجدانستو سپردن امتحان دانستن زبان روسی حتمی است. برادران ما در فدراسیون روسیه یک شرکت تأسیس دادن. اینجا شما سراغه و رقم تلفنشون هم میبینید که این شرکت برای شما گرفتن سرتیفیکات رو خیلی آسان میکند و با نرخ ارزان و به میانه رو. حتی برای برادران و خواهرانی که مثل من با دانستن زبان روسی مشکل دارند، کم میدانند و یا نمیدانند، برای آنها نیز نماینده های این شرکت خدمت رسانی میکنند و خیلی آسان و به مشکلی کوشش میکنند که برای شما همین سرتیفیکات گرفته بدهند. اگر واقعا شما برای گرفتن اجازتنامه کار یعنی پاتنت، اجازتنامه زیست موقتی به اصطلاح RVP و یا ویدناژیتلستو، همچنین برای سپردن امتحان زبان روسی و گرفتن شهروندی روسی اگر لازم دارید، حتما همین الان به این سراغ و به این رقم ها تماس بگیرید. نماینده این شرکت به شما کمک میکنند. شهادتنامه‌ای که این شرکت برای شما میدهد نمونه دولتی است، یعنی حقیقی است و در دل خواه جا به کار می رود و باوری داریم که شما اگر با نماینده این شرکت همکاری کنید برای گرفتن RVP، ویدناژیتلستو و یا حتی شهروندی و برای سپردن امتحان به زبان روسی به شما مشکل پیش نمی آید و شرکت مفیدی هست و شرح بیشتر در مورد این شرکت باز در جای اپیسانی نیز برای شما پیشنهاد میکنیم.